سلام، شما شنونده یه سری پادکست های نشاطرخ هستی، جایی که قراره خرید براتون آسون‌تر، هوشمندانه‌تر و لذت بخشتر بشه. این قسمت راهنمای انتخاب خریده قبل و بعد از اصلاح. محصولات قبل و بعد از اصلاح جزو مواردی هستند که اگه درست انتخاب بشن نه تنها اصلاح رو راحت تر میکنن بلکه باعث میشن پوست صاف و بدون التهاب باقی بمونه. اگه به دنبال یه تجربه اصلاح بدون خارش، سوزش یا قرمزی هستید، حتما باید به این محصولات توجه کنین. ایده اصلی استفاده از محصولات قبل از اصلاح اینه که موها رو نرم کنن و پوست رو آماده کنن تا تیغ یا دستگاه اصلاح به راحتی روی پوست حرکت کنه و کمترین آسیب رو بزنه. ژل یا فوم اصلاح برای مرطوب نگه داشتن پوست و نرم کردن موها طراحی شدن. ژل‌ها یا فوم‌های اصلاح یه لایه نازک و لغزنده روی پوست ایجاد می‌کنن که باعث میشه تیغ راحت‌تر حرکت کنه و از بریدگی‌ها جلوگیری بشه. نکته مهم اینه که اگه پوست حساسی دارید، بهتره از فوم‌ها و ژل‌های بدون عطر و مواد افزودنی استفاده کنین. روغن قبل از اصلاح برای کسایی که پوست خشک دارن یا موهاشون ضخیمه عالیه. این روغن‌ها به نرم شدن مو و کاهش اصطکاک تیغ کمک میکنن و باعث میشن پوست بعد از اصلاح کمتر خشک بشه. یکی از بهترین کارها قبل از اصلاح استفاده از اسکراب ملایم روی پوسته. این کار به از بین بردن سلول‌های مرده کمک میکنه و اصلاح رو دقیق‌تر میکنه. بعد از اصلاح پوست نیاز به مراقبت بیشتری داره تا از قرمزی، سوزش و التهاب جلوگیری بشه. اینجاست که محصولات بعد از اصلاح وارد عمل میشن. افتر شیو ها در دو نوع الکلی و غیر الکلی وجود دارن. مدل های الکلی بیشتر برای ضد عفونی کردن استفاده میشن، ولی اگه پوست حساسی دارید، مدل های غیر الکلی بهترن چون باعث خشکی پوست نمیشن. نکته مهم اینه که اگه پوست حساسی دارید، حتما از افتر شیو های حاوی مواد تسکین دهنده مثل آلوئه ورا یا عصاره بابونه استفاده کنین. کرم یا لوسیون بعد از اصلاح برای مرطوب کردن و تسکین پوست عالی هستن. اگه بعد از اصلاح پوستتون قرمز میشه یا احساس خارش میکنین، یه لوسیون یا کرم بعد از اصلاح میتونه خیلی کمک کنه. ژل ضد التهاب برای افرادی که پوستشون بعد از اصلاح جوش میزنه یا تحریک میشه میتونه راه حل خوبی باشه. این ژل‌ها حاوی مواد خنک کننده و ضد التهابن که سریعاً پوست رو آروم میکنن. فروشگاه نشاطرخ محصولات متنوعی برای قبل و بعد از اصلاح داره که میتونن تجربه اصلاح رو برات خیلی بهتر کنن. پس حتما با توجه به نوع پوست و نیازت بهترین محصولات رو انتخاب کن تا همیشه اصلاحی راحت و بی دردسر داشته باشی.